گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 60. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. بسر حاکمیت ماوراءالنهر آمدن تیمور و فتوحات بعده او. تیمور و حسین پس از این شهر سمرقند را دوباره به دست آوردند، ولی چندی نگذشته مناسبت تیمور و حسین با هم بد گردید. تیمور که در دوره حکمرانی حسین حاکم شهر کیش و قرشی بود، برای به دست آوردن حاکمیت و مقابل حسین به طور مخفی کار می برد. سال 1370 تیمور با حسین مخالفت آشکارا نموده به بلخ هجوم کرد. حسین به مبارزه تیمور تاب نآورده دستگیر و سپس به قتل رسانیده شد. تیمور به سمرقند برگشته امیری تمامی ماوراءالنهر گردید. اما از سبب آنکه وی از اولاد چنگیزخان نبود، عنوان خانی را قبول نکرده، سیورغاتمیش را که از اولاد چنگیزخان بود خان اعلان کرده از نام او حاکمیت را اداره می کرد. این چنین تیمور همسر امیر حسین سرای ملک خانم معروف به بیبی خانم را که دختری قزن خان چنگیزی بود به زنی گرفت و به این واسطه لقبی کورگانی داماد را گرفت. تیمور در اولی به سر حاکمیت آمدن از قبیله های چغتای خصوصاً برلاس ها دسته با اعتماد تشکیل کرده به آنها هر گونه امتیازها داد. از جمله سربازان این گونه دسته ها انداز نمی سپاریدند. در هر کجایی که می خواستند زندگی می کردند، به هر کجایی که می خواستند با رمه و گله خود آزادانه می رفتند و از چراگاه ها و زمین های زراعتی استفاده می بردند. دسته های حربی از این قبیله ها تشکیل شده تکیهگاه اساسی حاکمیت حساب شده هنگام لشکرکشی های تیمور فعالانه اشتراک می کردند. در زمان به سر قدرت رسیدن تیمور و پیش از این وضع سیاسی آسیای میانه نااستوار بود. بنابراین در بین حاکمان محلی مدام جنگ و خونریزی ادامه می یافت. تیمور این وضعیت را درک کرده هنگامی به سر حاکمیت آمدنش پیش از همه بر ضد حاکمانی که میل جدایی خواهی داشتند مبارزه برد. مردم محلی، تاجران، پیشوران و غیرها که از نزاع‌های داخلی خسته شده بودند برای تشکیل دولتی متمرکز تیمور را پشتیبانی می‌کردند.
تیمور بر روحانیان نیز بسیار امتیازهای اقتصادی داده آنها را به طرف خود میل کنانید. بسیار از حاکمان خرد با مقصد به دست آوردن ثروت لشکرکشی‌های غارتگرانه تیمور را دستگیری نموده حاکمیت او را اعتراف و به او اطاعت می نمودند. تیمور نخست حاکمیت خود را در ساحل‌های پایانی دریای سیر که در آنجا دولتی آقورده بود مستحکم نمود. سپس سال 1372 بار اول به خوارزم لشکر کشید. پس از این او باز 4 مراتبه دیگر به خوارزم لشکر کشید. در دفعه آخرین هجوم تیمور به خوارزم که سال 1388 رخ داد، پایتخت آن اورگنج پره خراب گردیده مردمش به سمرقند مهاجر کرده شد. با فرمان تیمور در جای شهر اورگنج جو کشت کردند. سال 1391 تیمور به دوباره برقرار کردن اورگنج اجازت داد. تیمور از سال 1388 بر ضد تختمیش خان مبارزه را سر کرد. سال 1392 به قفقاز هجوم کرد و ارمنستان و گرجستان را غارت و به تصرف خود درآورد. سال 1395 تختمیش خان را شکست داده لشکری او را تعقیب کنان تا دولت روس داخل گردید. تیمور پایتخت آلتینورده شهر سرای را که در ساحل دریای والگا واقع بود غصب کرده به دولت خانی آلتینورده خاتمه گذاشت. در برابر این مبارزه ها تیمور غصب کاری های خود را در سمت خراسان و ایران نیز آغاز کرده بود. او اولین مراتبه سال 1381 با بهانه مبارزه بر ضد حاکم هرات دیگر شهر و قلعه های خراسان را نیز اشغال کرد. از جمله او هنگام گذشتن از آب آمو نخست شهر پوشنگ را تسخیر کرده به دیگر قلعه ها رو آورد. تیمور هرات و دیگر شهر و قلعه های خراسان را گرفته به سمرقند برگشت. سال 1383 در سبزوار بر ضد حکمرانی تیمور شورش برداشتند. تیمور به آنجا لشکر کشیده شورش را پخش کرد و به مردم جزاهای سنگین روا دید. از جمله با فرمان تیمور آدمان را زنده در بین خشتپاره ها گذاشته از بالایشان خاک، آهک و گل ریخته دیوارهای بلند ساختند. تیمور به هنگام لشکرکشی به قتل عام دست میزد. مثلا سال 1387 در اصفهان 70,000 نفر را به قتل رسانده از سر بریده آنها مناره ها ساخت. سال 1398 هنگام هجوم به هندوستان 100,000 اسیر را به قتل رساند. سال 1401 دمشق را آتش زد و در روز عید قربان در بغداد 90,000 نفر را به قتل رساند. این گونه کشتارهای وحشیانه را تیمور به آن خاطر انجام میداد که چشم مردم از او ترسیده سر نبرارند. در برابر این تیمور به هر کجایی که لشکر میکشید مال و ثروت آنجا را غارت میکرد. تیمور برای تأسیس یک امپراتوری بزرگ موفق شد. حدود دولت او نه تنها ماوراء النهر و خراسان بلکه خوارزم، ساحل‌های بحر خزر، کسپی، هندوستان، عراق، ناحیه‌های جنوبی قفقاز و یک قطار کشورهای آسیای غربی را فرا گرفت. تیمور با این گونه حدودهای پهناور خود قناعت نکرده چین را نیز در تصرف خود درآوردنی بود. با این مقصد سال 1405 از سمرقند با لشکری زیاد به جانب چین حرکت کرد، اما هنگام رسیدن به خوارزم بیمار شده وفات کرد و لشکرش از این سفر به قفا برگشت. مبارزه سلالوی تیموریان. تیمور هنگام زنده بودنش دولتی بزرگی تأسیس دادهش را
در بین پسرانش جهانگیر، عمر شیخ، میران شاه، شاهروخ و نبیره‌هایش محمد سلطان، پیر محمد، ابراهیم و اولوغبک تقسیم نموده بود. اما چون تیمور درگذشت، پس از چند روز ایمپریای تشکیل کرده او به صحنه مبارزه‌های خونین سلالوی تبدیل یافته، هر کدام از وارثان او خود را مستقل اعلان کرد. تیمور پیش از مرگ خود پیر محمد پسر جهانگیر را وارث تاج و تخت تعیین کرد، اما بعد وفات او نبیره دیگرش خلیل سلطان پسر میرانشاه که حاکم تاشکند بود لشکر جمع نموده پیش از پیر محمد به سمرقند آمده آن را صاحب شد. پیر محمد باشد چند مراتبه با خلیل سلطان برای به دست آوردن سمرقند مبارزه برد، ولی به این موفق نشده سال 1406 به قتل رسانیده شد. در همین گونه وضعیت نمایندگان یک قطار سلاله های ترک و مغول که تیمور آنها را از حکمرانی محروم کرده بود سر برداشتند. مثلا در غرب و شمال غربی ایران نمایندگان سلاله ترکمنان قرقیونلو، در ترکستان امیر خداداد و شیخ نوریدین آشوب برداشتند. خداداد با لشکری متحد کرده اش که بیشتر از مغولان و قلمیقها عبارت بود به ماوراء نهر هجوم کرده سمرقند را در تصرف خود درآورده خلیل سلطان را اسیر گرفت. پسر تیمور شاهروخ که حاکم هرات بود از این واقعه آگاه شده به سمرقند لشکر کشید. او لشکری خداداد را شکست داده سمرقند را آزاد کرد و به واسطه جاسوس خداداد را به قتل رساند. اما شاهروخ خلیل سلطان را برای اداره دولت اجازت نداد، بلکه او را حاکم ری تعیین کرده سمرقند و ماوراء نهر را سال 1409 به اختیار پسرش اولوغبک سپارید. خود شاهروخ باشد به جانب ایران لشکر کشید. شاهروخ در ابتدای حکمرانی خود پسران برادرانش جهانگیر، عمر شیخ و میرانشاه را از حاکمیت دور کرد. به جای آنها پسرانش ابراهیم سلطان را سال 1414 حاکم شیراز و سیورغاتمیش را سال 1418 حاکم کابل، غزنین و قندهار تعیین کرد. با وجود مبارزه های شاهروخ بر ضد حاکمان سرکش، نمایندگان سلاله ترکمنی قرقیونلو بعد مرگ تیمور قوت گرفته سرزمینی پیش از هجوم تیمور از دست دادهشان را دوباره گرفته حدود زمینهای خود را وسعت دادند. شاهروخ هرچند 3 مراتب بر ضد آنها لشکر کشید، اما نتوانست آنها را پرره شکست دهد. بنابراین با آنها صلح بسته اداره آذربایجان را سال 1436 به یکی از نمایندگان این سلاله جهانشاه داد. در زمان حکمرانی شاهروخ سالهای 1405 1447 دولت تیمور یک قسم زمینهایش را از دست داد، اما تا یک اندازه قدرت پیشینش را نگاه می داشت. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов
نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 60. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.